من مدت 1 سال داره استفاده میکنم. بعد این اول که شروع کردم دستام خیلی مخصوصا این بازوهام همه آویزون بود، همه ناجور بود، خیلی آویزون بود. الان نگاه کنید فقط چقدر بود، حتی چیز سفتم شده. اینه که این روزی 20 تا صبح 20 تا بعد از ظهر یواش یواش اول سفته، یواش یواش من اینا آماده کرد، درست چیز ورزش میکردم تا رسید به روزی 200 تا 300 تا که الان 1 ساله الحمدلله من با این راضیم و هر روزم استفاده میکنم. و اول کم میومد، مثلا یه ذره میومد، الان تا آخر من میبرم چون دیگه دستم قویه. هم این ببینید مثلا من الان 73 سالمه ولی اصلا هیچ به حساب آویزون شده ای ندارم. هم این هم که اینطوری این همه جا میتونی بزنی، مثلا بزنی این بغل، این کارم میکنم اینطوری انجام میدم که اینجای دستم ساق دستم هم مثلا چیز بشه. توی پا میذاری وسط پا فشار میدی، بالا این پاتو بلند میکنی اینی میذاری روش فشار میدی، یعنی کاربردش بی‌نظیره. برجت این یه چیز خیلی خوبیه، هم نه جایی میخوای بری نه جایی میگیره، به نظر من عالیه.